این هفته خبر تو خبر داره براتون از آبگوره‌گیری پسمونده های عظما که همچنان ادامه داره. قبل از این 40 روز اصلا این که یه روزی ما باشیم و آقا نباشن برامون قابل تصویر نبود، تا چه رسه به این که 40 شبانه روز در این فراق و هجران به سر بردیم. شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جانی خود این گمان نبود. واقعا 40 روز گذشت آقا نیستن. این یکی امام جمعه عظما مردم از تعطیل شدن شادی تو نظام شاکیه. دوم، ما در عزای رهبر شهیدمان هستیم. هنوز پیکر مطهر و اربای این اماممان دفن نشده، لذا عید نداریم، 13 بدر نداریم. شادی ما تعطیل شده، حداقل تا زمانی که دولت محترم اعلام کردند باید عزادار باشیم. بساط روزخونی هم تو نظام برپاست و اینطوری میخوان بسیجی‌های وارفته رو حال بیارن. من اینم عرض کنم چقدر تهمت ها میزدن، چقدر تو جامعه پمپاژ خبری میکردن. آقا نیست، اصلا ایران نیست که بخواد ترور بشه، در پناهگاه. از اونجایی که بازار روزخونی تو نظام بد جوری کساد شده، طبق معمول رفتن سراغ این بازیگرای ناشی. یه آرامشی به من میده. اون روز داشتم میگفتم من دلم برای خنده های آقای خامنه ای تنگ شده. خواننده‌های دوزاری هم برای پدر و پسر عمامه‌دار از این ترانه‌های دوغکی میخونن. گر پدر رفت تفنگ پدر هست هنوز، سایه لطف الهی به سرم هست هنوز. یه عده بسیجی هم هستن که وسشون نرسیده مراسم بگیرن، با همین برپا کن قضیه رو رفع و رجوع کردن. خلاصه که ماشین درب و داغون نظام اساسی کج و کوله شده. تیدریش هم کفگیر خاطر گویش برای عظما به ته دیگ خورده، رفتن این عکاس عظما رو آوردن تا از خاطرات بخورش تو بیت تعریف کنه. نشستم ولی شام نخوردم، همطور دوربین تو دستم نگاه میکردم که یه صحنه اتفاقی. بعد یه دفعه آقا گفت بلند شو بیا. من واقعیتش ترسیدم، گفتم چه؟ گفتش که دهنتو باز کن. یه تیکه مرغ برداشت به من داد و اینا. گفتم آقا من خودم میخورم. گفت نه من خودم میخوام بدم. چند دقیقه بعد دوباره صدا کرد بیا. من گفتم خدای چه کار کردم دوباره من. گفت اون تیکه مرغی که دادم خیلی خوب نبود، یه تیکه گوشت خالص مرغ رو میخوام بهتون بدم. این یکی خاطره هم دیگه نیازی به توضیح نداره. یادم افتاد آقا بعد قطعنامه اومد لشکر هبده علیه مرطالب، شب تو لشکر خوابیدن، رفتن حمام لشکر با حاجی مالکی. حمام حاجی مالکی با آقا کیسه و لیف و اینا. آقا گفتو به یه شرط من میذارم تو منو لیف بکشی و صابون بزنی، منم تو رو کیسه و لیف. یعنی آقا شرط حاجی آخوند پهنیانم دنبال اینه که از آب کره بگیره و از بیت خراب شده عظما دکون درست کنه. دیگه اون محبته بیت رهبری عزیز رو تبدیل به محیط اداری نکنید، اونجا رو تبدیل کنید به یک زیارتگاه، اسمش هم قشنگ قتلگاه، مردم برن زیارت کنن.
حالا بشنوید از قمپوز درمانی تو نظام ولایت که وارد فاز جدیدی شده. این از اشغال کشورهای منطقه میگه. بحث سائل و عملیات ساحلی رو شما مطرح کردید. خدمت مردم باید گفت نیروهای مسلح ایران آمادگی 100% دارن. در صورتی که خطایی رو آمریکایی ها انجام بدن در منطقه، خط ساحلی و رفتار ساحلی برای گرفتن ساحل بحرین و امارات رو حتما اجرا کنن. تمرینات بسیار قابل توجهی هم تو این زمینه انجام شده. یعنی ورود به ساحل امارات و بحرین رو در دستور کار و تمرینات نیروهای مسلح ما قرار داره و به گونه‌ای معادلات رو تغییر خواهیم داد. به گونه‌ای معادلات رو تغییر خواهیم داد که ان شاءالله حالا مختصاتش و جزئیاتش بمونه برای بعد. به گونه‌ای معادلات رو تغییر خواهیم داد که پاسخ پشیمان کننده دشمن هر دریافت کنه. نکته این مجری بسیجی تیویریش هم تو برنامه در پیتیش داره برای اروپا خط و نشون میکشه. کشورهای اروپایی میخواهن از این عذاب نوسان قیمت انرژی رهایی پیدا بکنن و اروپا رو از این فلاکت نجات بدن. باید برگردند به دورانی که رفیق مردم ایران بودند. تحریم ها رو باید بردارید، پول های بلوکه شده رو باید آزاد بکنید، از این خباثت هایی که علیه مردم ایران در پیش گرفتید دست بردارید، خیانت هایی که کردین، نابرادری هایی که کردین باید دست بردارید و الا اهرم تنگه هرمز روی سختش به سمت شما خواهد چرخید. اما پشت این هارت و پورت ها ترس رژیمیه که مهرهاش حتی توی تلویزیون حکومتی با ماسک میان که پاسخ به بعضی از شبهاته. وظایف نیروهای مسلح قبل از جنگ زیر نظر فرمانده معظم کل قوا رهبر شهیدمون بودش و تمامی امور رو ایشون رصد میکردن و در ته داستان هم چیزی نیست جز ترس از آینده نظام که سرنگونی به دست مردم و مقاومتشونه. یه شبی از ایام امسال، بهار امسال، از این سال گذشته، در حالی که کمرم خیلی شدید درد میکرد و دور درمانم جواب نمیداد، من بعد از نیمه شب گریه هام به آسمون رفت. خیلی شدید ناراحتی و گریه کردم. بعد به یکی از دختر خانمام سبیام پیش من بود، اون نصف شب دوی بعد شب، گفتم پدر جون من برای خودم گریه نکردم، کمرم خیلی درد میکنه، هرچی دارو اینام بوده فایده نکرد، اما من دغدغه آینده نظام رو دارم. خلاصه که کینگ آقا مجتبی تو این اوضاع و احوال بد جوری بکس و واد کرده. این هم یک شیرینکاری جالب توسط مبتکری که طوری القا میکنه که انگار همه این کارا رو خودش داره انجام میده. خبر تو خبر داره براتون از آخرین روزای نظام قرب و داغون، قرارهای داغ از یه نظام اوراق که آقا مجتبی هم نشسته روی اجاق. خبر تو خبر